ببین این چیزی که ما داریم میخوریم و هیچ موجود زنده‌ای نمیخوره. بابا ناک دهنم خاریده شد. یعنی واقعا دیگه خدا باید چه وسیله دفاعی خشن‌تر از این برای یه گیاه میذاش که خورده نشه. خود خار خاراش ریخته. آخه هیچی هم نیست. گزینه بعدی شنه. اصلا این چه اقلیمیه برای زندگی ما در نظر گرفتن؟ بعد انقدر هیچ موجودی نیست که واحد شمارش ما نفره. یعنی دیگه ارزش نداشت یه نیو فولدر جدید برای حیوانات باز کنن، اما با آدما حسابمون کردن. بعد من موندم یهو وسط مونتاژ چه عضو خاصی احساس کردن باید تو پشتمون اضافه کنن. قشنگ به زورم جا کردن ها. ببین مامانم میگفت توش آب جمع میشه. دیگه بدتر. خب مگه اسکلیم بیایم وسط صحرا زندگی کنیم بعد دوتا کلمن آب با خودمون بیاریم؟ کمپ یه روزه کبیر بود اوکیه، نه یه عمر. آره همونجا بغل آهو گوزنا زندگی میکردیم دیگه. همین ما خار داشتیم. اصلا یه ذره از آبشون به ما میدادن چی میشد حالا؟ میگم شاید به خاطر قیافمون روشون نشده ببرم پیش بقیه. به هر حال قیافمون شبیه زرافه اسکل دیگه. حالا اون الاغ مگه چه سیمای خاصی داره که برگزیده شده؟ خار تو به من چه؟ نه خار تو ببین چیزی بهش چسبیده. آها ممنونم. مادر تو این دیگه فاش بود. نه مادر تو ببین چیزی بهش چسبیده. باورم نمیشه.